فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر یا خواهری که چهارشماره اخیرشون 9465 است، پرسیدن که اگر کسی که سنی باشه و در هنگام طبعا برادر هستن که سربازی رفتن، در هنگام سربازی خودش رو شیعه معرفی کنه، آیا این هم جایز است؟ از نظر شرعی انسان نباید خودش رو در هلاکت بندازد و در مظنه ضرر و زیان برساند. اگر واقعا مطمئن هست که من اگر بگویم که اهل سنت هستم مورد اذیت و آزار قرار میگیرند، تبعیض قائل میشوند و امکان دارد که بالاسری هایش یا اون کسانی که به اصطلاح همکار اون هستند و سربازای دیگر مورد اهانت قرار بگیرد، از نظر شرعی جایز هست که اعلام نکند که من سنی